مسئولین شعبه معارف و مؤسسات تحصیلات میانه عمومی و اساسی نوحه شهرنو از تمام امکانات‌ها استفاده برده کوشش به خرج داده ایستادند که برای قبول خوانندگان در سیمخانه‌های زیبا و برهوا و مجهز در همه مؤسسات تحصیلات میانه عمومی کارهای تعمیر و از نوسازی خوب جریان دارد. با تمام عیانیت‌های تعلیمی آماده باشند. اوید با آمادگی مؤسسه با سال نوی تحصیل ما همین رو قید کرده گفتنی هستم که امروز در مؤسسه ما زیاده از 24 تا صنف به خوانندگان خدمت می نماید و عین حال زیاده از 70% تعمیر در مؤسسه اجرا شده است و باقی مانده سیمخانه‌ها رو کوشش می نماییم که در یک مهلت کوتاه از تعمیر جاری برآوریم. باید گفت که امسال در سال خونش 2021 و 2022 نزد یکچند مؤسسات تعلیمی سیمخانه‌های علاوگی ساخته به استفاده داده می‌شوند. در پیشبرد کارهای تعمیر و تجهیزاندن مؤسسه‌ها و تأسیس سیمخانه‌های علاوگی پدر و مادران و صاحبکاران محلی نیز سهم می‌گذارند. مشکلات در مؤسسه تعلیمی ما بود. 70 نفر جای نشست برای کودکان ما نمی‌رسید. ما امروز سیمخانه‌های کلانی با برهوا یک تا برای دخترها یک عدد برای پسران ساخته ایستاده ایم که 85% کارها رو امروز تمام کرده ایم و با باوری کامل گفته میتونم در عرفه جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان که ما قرار داریم این دو سیمخانه علاوگی برای آموزش کسب و هنر رو تا استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده میدهیم. در نوحه شهرنو 57 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و مؤسسه تحصیلات میانه اساسی فعالیت دارد. به گفته مسئولین تا مهلت مقرر گردیده در همه مؤسسات تعلیمی تعمیر و تجهیزاندن سیمخانه‌ها به انجام میرسد. در همه مؤسسه‌های تعلیمی ما برای آغاز کردن سال نو تحصیل کارها به نهایت با سرعت رفته ایستادند تا اینکه ما توانیم که در برابر مردم خوشبخت دیارمون سال نو تحصیل رو که در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری عزیزمون پیشواز گرفته می شود ما نیز توانیم با یک سری بلند با یک در و دیوار تازه با یک سیمخانه‌های تازه و آزاده و مؤسسه‌های تعلیمی با تمام شکوه و شهامت به جشن 30 سالگی آماده پیشواز گیریم. تامین شرایط ارزنده برای تعلیم و تربیت و تحصیل نسل نورس از دستور هدایت‌های پرزیدنت کشور است که ضمن برآمدهایشان پیوسته مسئولین ساحه را وظیفه‌دار می‌گردانند. این دستور سرمشق فعالیت رهبری شعبه معارف نوحه شهرنو گشته است و مسئولین برای مهیا نمودن امکانات‌های زمانوی تعلیم و تربیت کوشش به خرج می‌دهند.